درود به مخاطبین عزیز. امروز قصد داریم که در این ویدیو ابعاد و جزئیات بیشتری از پرونده این چهره پژمان جمشیدی که یک پرونده عجیب و غریب توی رسانه ها وایرال شد و اون هم ماجرای تجاوز و آدمربایی و از این صحبت ها بود که خیلی این قضیه سر و صدا به پا کرد. یه ویدیو هم ما منتشر کردیم در کانال یوتیوبی خودمون. بعد از اون هم یه سری از رسانه ها اومدن این قضیه رو مطرح کردن که امروز جزئیات و ابعاد جدیدتری از این موضوع به دستمون رسیده که میخوایم برای شما افشاگری بکنیم. اما قبل از اینکه این ویدیو رو شروع بکنم یه لطف بکنید، اگر کانال پشت پرده رو ندارید یک لینک این پایین هست، حتما سابسکرایب بکنید. اگه قبلا هم سابسکرایب کردید احتمالاً چون وی پی ان تون رو تو ایران عوض کردید، اگر اونایی که تو ایران دارن میبینن یه سابسکرایب بکنید، لایک بزنید تا یکم روحیه بگیریم. اما منابع مختلف و اخبار جدیدی به دست ما رسیده، حتی یه سری شوکات جدیدی هم به این پرونده تجاوز پژمان جمشیدی اضافه شده. چند نفر دیگه هم گویا خونه پژمان جمشیدی رفته بودن که حالا تصاویر خونش رو هم برای شما در طول این ویدیو منتشر خواهم کرد. ماجرا از این قرار بود که صبح امروز یه خبر یهو به صورت خودجوش، اصلا هم ربطی به پرونده دختر شمخانیان نداره، یا خودجوش گفتن آقا پژمان جمشیدی رو گرفتن و بردن و تجاوز و آدمربایی و یه دختر 20 ساله ازش شکایت کرد. ببین اون چیزی که تجربه منه، من اصلا کاری با ابعاد این پرونده ندارم، چون قاضی پرونده هم اومده و قرار بازداشت برای پژمان جمشیدی صادر کرده، نه قرار وثیقه، و گفته که تا روز برگزاری دادگاه باید پژمان جمشیدی توی زندان بمونه. حتی گفتن که توی زندان قزلحصار هستش، تو بندی که متجاوزا و قاتلا و اینا هستن. پس حتما اونقدر سند و مدرکشون محکمه که ما نمیتونیم این قضیه رو کتمان بکنیم و نمیتونیم این قضیه رو ردش بکنیم که این قضیه وجود نداره. حالا میگیم وجود داره. اما در طول این چند سالی که من افشاگری کردم، عموماً پرونده هایی که تجاوز داخلشون اتفاق میفته، دارم میگم عموما، نمیگم 100%، اما 90% تجاوزایی که اومدن مطرح کردن کرم از خود درخت بوده. یعنی شما تا خودت نری خونه اون آدم سلبریتی، شما خونه بقال سر کوچه نمیری، چجوری میری خونه سلبریتی؟ پس حتما خوشت میاد از اون طرف دیگه. بعد طرف هم میاد یه راند میکوبه میره، تو هم میگی واو اسب آرزوام سلبریتیه فلان بیسان، الان اینو منو میگیره، منم میشم یه زن یه آدم معروف و سلبریتی پولدار. میبینی نه بابا، گذاشته درت تا دسته و رفته، تا دیروز به هیچکی نداده بودی، به آدما اوکازیون نداده بودی، به خیال این که میری مثلا زن یه آدم معروف میشی، اون طرف هم گذاشته درت و رفته و کار میکشه به شکایت و شکایت کشی و نتیجه این میشه این آدم هم پولدار، پس فرام میاد یه پول میده و رضایت و خداحافظ شما. اما برسیم رو ابعاد این پرونده. دختر اومده و ادعایی رو مطرح کرده. چرا میگم ادعا؟ یعنی هنوز سندی وجود نداره، یعنی سندی رسانه‌ای نشده، اما ادعا کرده. ولی قطعا سند حتما وجود داره که اومدن بازداشتش کردن. بی سند کسی رو بازداشت نمیکنن. به کسی اتهامی رو وارد کرده و گفته که من با پژمان جمشیدی حالا یه جای دیدمش، نمیدونم با هم بودیم، حالا کجا بودن کجا دیده این خودش داستان، نمیدونم عاشق تئاتر بودم و اینا. پژمان جمشیدی گفته که من تو رو میخوام اگه میخوای تا یه جای برسونم. حالا تو مخاطب یه دختر رو بخوای ببری تا سر کوچه هم نمیبرد، ولی چون پژمان جمشیدی قبول کرده و گفته میخوام برسونم، دختر میگه که آره. یه دفعه وسط راه مسیر رو کج کرد، انگار فیلم هندیه. خب رفت تو خونه‌شو، ما رو برد بالا تو اتاقش. انگار مثلا اون لحظه که رسیده تو پارکینگ نمیتونسته در رو باز بکنه. انگار مثلا اون لحظه‌ای که میخواستن آسانسور برن بالا نمیتونسته جیغ و واق بکنه. انگار مثلا اون لحظه‌ای که میخواستن برن تو خونه نمیتونسته سر صدا بکنه. گفت آقا مسیر رو کج کرد، ما رو برد تو خونه. ادعای دختر است. میگه ما رو برد تو خونه و اونجا هم دست و پای منو بست، منو خف کرد، به من کوک داد، به من مشروب داد، من نفهمیدم چی شد. وقتی حالم صبح خوب شد، با جیغ و واق و سر صدا از این صحبت‌ها از تو خونه زدم بیرون و بعدش هم رفتم شکایت کردم از پژمان جمشیدی. این ادعای دختر است. اما اون ور قضیه رو من گفتم ویدیو قبلی دیگه. پژمان جمشیدی 6 ماه بوده این پروندهش اصلا تو جریان بوده. قبل از این هم پژمان جمشیدی سابقه همچین کاری رو داشته که رضایت داده دختره. یعنی بازیکن فوتبالی که از فوتبال میاد تو بازیگری و اونجا هم دیگه به معروفیت میرسه، به پولی میرسه دیگه، خودتون بدونید دیگه، یعنی کنترل خارج میشه. حالا بگذاریم این قضیه.
تو پرونده قبلیش حتی این اتفاق افتاده بوده، رضایت میگیره، اما تو پرونده جدید 6 ماه میگذره. بعد پژمان جمشیدی عباس باتری ساز سکین سبزی فروش نیست، یه آدمی که شما زنگ بزنید به مدیر برنامه‌اش میتونید پیداش بکنید. هفته پیش تو اکران خصوصی بوده، یعنی آدمی که هر جایی که بخوام میتونم پیداش کنم. اما درست در زمانی که فیلم دختر شمخانی وایرال میشه، ماجرای بازداشت پژمان جمشیدی هم مثل بمب توی رسانه‌ها میترکه. و این آدم اون قشنگ به معنای واقعی کلمه دادنش لای کار، یعنی اصطلاحاً لا کار رفت. این قضیه رو هم بذاریم کنار. وکلای پژمان جمشیدی تا این لحظه هنوز اظهار نظر نکردن و هنوز صحبتی رو نکردن. اما تو همین حینی که من قسمت اول این ویدیو رو داده بودم بیرون، یکی دیگه از دخترها اومد و اونم گفتش که من تجربه مشابهی رو داشتم نسبت به پژمان جمشیدی و حتی خونه پژمان جمشیدی هم رفتم. عکسم از خونه پژمان جمشیدی فرستاده و میگه که این خونه پژمان جمشیدی بوده که من توی خونش بودم. حالا این عکس خونشه، این یه عکس دیگه از خونه پژمان جمشیدی، این هم یه عکس دیگه و یه چت هم برای من فرستاده از پژمان جمشیدی. چت قابل استناد نیست اما وجود داره. گفته که دختر البته به من گفتم بیام این بدتر مثلا دوربین باشم، گفتش که من رفتم خونه دختره و بعدش هم اومدم بیرون، حالا چجوری باش آشنا شدم و اینا بماند. گفته که براش نوشته که زدی به حالمو بپرسی، من اصلا تجربه اتفاقات دیشبو نداشتم هیچ وقت و از صبح شوکم یکم. پژمانم گفته بی خیال لطفاً، تفریح بود و تمام، یعنی ازت ممنونم که خانوم بودی. حالا یعنی چی خانوم بودی دیگه، داره میاد تجربه بد، خانوم بودی ولی از رفتار امروزت بدم اومد. تکنیک پسرا، رفتار امروزم واقعا حالم خوب نبود، بذار به پای اون و اینجا نمیخواستم بعد خوابت کنم. امیدوارم بتونی درک کنی، هم جسمی هم فکری اوکی نبودم از صبح. ممنونم ازت بابت دعوتت پژمان، دیدنت برام خیلی لذت بخش بود. حالا تو خانومم این چت برای من فرستاده و عکس خونش هم به نظر آقا دیگه میرید خونه یکی تو لزومی داره حالا عکس فیلم میگیرید دیگه. حالا دیگه اینم میگه که گرفتم و اینم عکس خونش و اینا. ببین داستانی که خانم عزیزی که میرید خونه این آدم ها خودتون دوست دارید برید، چرا خونه بقال سر کوچه‌تون نمیرید؟ چرا مثلا خونه بقال ته کوچه‌تون نمیرید؟ چرا خونه بقال وسط کوچه‌تون نمیرید؟ میرید خونه سلبریتی. وقتی که ببین من بارها و بارها این حرف رو زدم، برای همین دارم با این لحظه صحبت میکنم. من بارها و بارها گفتم آقا این سلبریتی ها گول ظاهرشون رو نخورید. اینا حالا سلبریتی هم فکر نکنید اینا پیامبرن، اینا همه اولتر اشرترن. یعنی سلبریتی جماعت مفتخور، یعنی ولش کنی همه جا دوست داره بهش احترام بذارن، دوست داره همه چی رو بهش مفتی بدن، دوست داره فرش قرمز، بادیگارد، ایکس وای زد. 99% اینطورین. بسیار آدمای مفتخورین، یعنی انتظار دارن یه جایی هم دعوت میشن مفت باشه و حال و حولشون رو بکنن. این وضعیتی که میبینی راجع به پژمان جمشیدی مشت نمونه خروارا. 90% بازیگرا همینن، همین فسادا رو دارن. حالا بدبخت این رفته لاکار، اینو الان کردنش لاکار و پروندهشو دادن بالا. بقیه هم همینن، آتوب از همشون هم دارن، همشون میدونن همشون هم چه کاره. من همین فردینم با 5000 کیلومتر اینورتر از ایران، آمار دارم شارت سایز شورت طرف چه، خونش چند متره، تو خونه 35 متری برده طرفو ترتیبشو داده. میدونم یه دونه خونه مجردی داره تو اون. حالا ما گفته بودیم آتی ساز توی سئول 2 اگر اشتباه نکنم، آمار دقیقش اینجا هست تا بهتون بگم. ما اینجا آمار داریم، شما فکر بکن که اونا که تو ایرانن آمار نداشته باشن. بگذاریم حالا داستان پژمان جمشیدی. الان هم پس فردا خبره که الان وایرال شد، شست برد ماجرای شمخانی، یه پولی هم میدن و یه رضایتی هم میگیرن و تمام میشه میره، چون بعد اثبات بکنن و اینا. حالا بعد ببینیم که ماجرای پژمان جمشیدی چی میشه که دختره میگن تجاوز کرده، حالا فردا میان میگن که نه اینطوری نبوده و مواد بوده و فلان بوده. چون
پژمان جمشیدی به شدت رو مواده. 5 گرم در روز کوک میزنه، کوکائین مصرف میکنه. اصلا 5 گرم، حالا اونایی که مصرف کنندن متای خوب بله میدونن چقدر زیاده. و حتی یکی از تهیه کننده‌های سینما هم گفته بود که اصلا این بویایی و سیستم مزه و ایناشو از دست، انقدر با دماغش این لاین زده اصلا سیستم بویاییشو از دست داده. چند وقت پیشم رفته بود ترکیه ترک بکنه، یه بار رفت ترکیه ترک کرد برگشت، اما متاسفانه اینا میدونی که یه سری از این معتادا ترک میکنن نه به خاطر سلامتیشون، ترک میکنن که این زهر مواده بره بیرون که اینا دوباره میکشن بهشون بیشتر حال بده، یعنی برای این میرن ترک میکنن. تو پرونده پژمان جمشیدی هم این قضیه مطرح بوده، اما هنوز وکلاش اظهار نظر نکردن. اگه اظهار نظر بکنن گفتم کانال پشت پرده حساب داشته باشید، اونا قطعا دفاعی نامه‌ای رو خواهند داشت و قطعا توضیحاتی خواهند داد که ماجرا رو پیچیده‌تر از این حرفا خواهد کرد و این شروع ماجرای سلبریتی است و بقیه سلبریتی هم شما مطمئن باشید که گندشون یکی یکی بالا میاد و به نظر من خوبه بعضی وقتا یه تلنگری باشه به این سلبریتی ها که از جایگاه و موقعیت خودشون توی این موضوعات سوء استفاده نکنن. در هر صورت منتظر باشید، اگر جزئیات بیشتری به دست ما رسید برای شما رسانه خواهم کرد. خیلی مخلصیم که تا این لحظه با ما همراه بودید.